درود بیننده های عزیز مخلصان فوتبال. این شام در مهمونی برنامه فوتبالی تاجیک رهبر شعبه متدولوژیا و آنالیتیکای دپارتمنت تکنیکی فدراسیون فوتبال تاجیکستان صلاح الدین غفوروف شرکت دارند و این شام ما در موضوع یک سمیناری برگزار شده صحبت خواهیم کرد. خوش آمدید. سمینار در موضوع تحلیل بازی‌های کودکانه، تحلیل فعالیت مربیانی که با بازی‌های کودکان و نورسان بند می‌باشند. خب یعنی با چه خاطر این سمینارها برگزار کرده می‌شوند و هدف برگزاری این سمینارها اصولاً چی هستند؟ ما در دوام 4 روز بین مربیانی که در مکتب‌های ورزشی فعالیت کاری خود را می‌برند سمینار گذراندیم. چقدر که ما می‌دانیم نه فقط در فوتبال در همه ساحه‌ها باید تحلیل باشد، برای که ما باید بینیم دینامیکای افزایش هر یک کودک در دوام چند سال چقدر افزایش یافتند، برای که وقتی که ما تحلیل نمی‌کنیم و نمی‌دانیم که از این سال به سال دیگر چقدر کودک افزایش می‌یابد، برای همین از روی نقشه کاری فدراسیون فوتبال تاجیکستان، از روی نقشه کاری دپارتمنت تکنیکی ما این سمینار رو گذراندیم و در این سمینار ما بسیارتر تحلیل بازی‌هایی که در چمپیونات پیشرفت لیگ کودکان می‌گذرد نگاه خود را بسیارتر به آن روانه کردیم و در این سمینار ما آموختیم که هر یک مربی باید چیکار کند. ما می‌دانیم که تکنولوژی نو پیدا شدگی، لیکن از روی تکنولوژی که نو مکتب‌های ورزشی امکانیت ندارند با آنها کار برند، چون که قیمت بها می باشد و ما با مربی‌ها فهمیدیم که باید آنها چیکار کنند. اگر خطا نکنم سال پر هم همین گونه یک سمینار برگزار شده بود. اصولا هر سال برگزار میکنه دپارتمنت تکنیکی همین گونه سمینارها رو. خب در قیاس با سال قبلی امسال شما چی رو مشاهده کردید؟ کدام پیشرفت‌ها رو مشاهده کردید؟ ما دیدیم که بسیار مربیان در همین ساحه‌ای که ما می‌خواهیم که بسیارتر بازی‌ها رو تحلیل کنند خوبتر شدند و ما فهمیدیم که وقتی که ما بازی‌ها برای چی تحلیل کرده می‌شوند، بازی برای آن تحلیل کرده می شوند که ما باید سستی پرقوتی همین دسته خود را دانیم و اگر در دوام هفته یک بازی با حریف خود میکنیم ما باید اون بازی را هم تحلیل کنیم و ببینیم در کدام سمت فعالیت کاری بازیگران همون دسته در کجا سست است، در کجا سخت است و در کدام ظرفیت و قویت در کدام قسم میدان ما نقصر بازی میکنیم. این رو باید هر یک مربی که در وقت بازی است تحلیل کنند و باید ما نه فقط سستی و قوی کمانده رو بینیم، بلکه ما باید دانیم که در همین بازی ما چقدر کیلومتر طی کردن مسافه در کدام قسم میدان سست‌تر بازی کرده. این رو باید هر یک مربی داند. بعد ما هر یک مربی باید نقشه مشق آینده خود را از روی همین تحلیل ها تهیه کند. نه فقط از دسته خود باید تحلیل شود، هم دسته حریف هم باید تحلیل شود، برای که برای فوتبال آینده ما این یک سمت فعالیت کاری هر یک مربی می باشد. بعد این اگر که ما تحلیل کرده نتونیم بازی خود رو، همون دینامیک افزایش کودک رو ما ندانیم، در آینده برای هر مربی هم برای همون دسته قیمت‌تر میشه. من همین دینامیکای افزایش یک فوتبال باز شما گفتید، خب از کجا تا کجاست؟ من همین رعایت همین از کجا باید تا کجا باشد؟ مثلا نقطه A و نقطه مثلا آخری تا کجا باید باشد که ما یعنی مطمئن باشیم که همکنون همین کودک برای فوتبال آماده است. اصلا ما این رو همه طرفه باید ببینیم. هم از طرفی اگر که ما همه بسیار وقت در بسیار سمینارهای هم در کورس‌های هم گذرانده میشد، در همین فوتبال 4 مدل تئوری است. ما میدونیم که از روی فیزیکی، تکنیکی، تاکتیکی و پسیکولوژی ما باید هر یک کودک رو دونیم. وقتی که ما دقت به افزایش کودک میکنیم با دینامیکایی ما همین 4 مدل رو باید همیشه دیده برایم که در دوام سال در کجا سست‌تر هستند، در کجا قوی‌تر هستند.
من همین متخصصانی که شما در همینجا نامبر کردید که مثلا در 4 سمت متخصصان در همین دسته ها هستن که مثلا نتیجه گیری کنن از همین کار اصولا، یا اینکه یک سرمربی این کار نتیجه گیری میکنه و بس؟ ما در همین سمینار هم از چقدر گفته گذراندیم که یک مربی نمیتونه همه بله سرجم این رو دیده برای که باید یاردمچی ها داشته باشند. در وقت بازی اگر که ما اون تکنولوژی که نو است نداریم، باید با مربی ها سپارش داده یا که از روی تکنیک می تاکتیک می از روی دویش می از روی پاس‌های میدان پرتاب‌هایی که میتونن آنها با بازیگران، ما باید دانیم که در همین فوتبال همگی 4 حالت. وقتی که توپ در ما هست ما با چیکارها را کنیم. وقتی که توپ در حریف است ما باید در میدان چیکارها را انجام دهیم. یا که وقتی که ما توپ را گم میکنیم در همون حالت باید چیکار کردن در کار. یا که توپ رو وقتی که ما از حریف میگیریم در همون حالت چیکار کردن در کار. این همه این رو باید ما تحلیل کنیم در بازی ها. شما یک متخصصی هستید که سالیان طولانی در فوتبال تاجیک هستید، با ویژه در دپارتمنت تکنیکی و با همین موضوع ها و با همین حالت ها سر و کار دارید. خب از نگاه شما چگونه ما پیشرفت داریم در همین سمت، با ویژه در فوتبال کودکان و نوجوانان، زیرا که اینها البته زمینه فوتبال کلان ما هستند. اینها باید قوی باشند، اینجا باید همه شرایط مهیا باشد، اینجا البته همه باید پخته رسیده باشد. اون مکتبایی که ورزشی که در تاجیکستان هستند از امکاناتی که در اون مکتبا موجود است استفاده برده ایستادن. هایسته بسیار مکتبا یا که همون دستهایی که در لیگ پیشرف فعالیت میکنن با ویدیو کامراها بازی خود را ثبت میکنن برای که این لازم است. بعد همین سمینار یک مربی که از اصفهان آمده بود فعالیت کاری خود را باز با همین سمت بسیارتر روانه کرده. با ما ویدیوهایی که مشق‌های خود را میگذراند یا که بازی خود را میگذرانند چقدر مشق ورزان شده تماشا کردند و آن کس فهمانده ایستاده است که در اینجا این خطایی بود، در اینجا این خطایی. اصولا آنهایی که در این سمینار شرکت کردن، منظور من مربیان هستند از سراسر کشور بودن یا اینکه از منطقه دوشنبه تنها؟ نه، همه از سراسر کشور بودن، چون که ما هر یک سمیناری که میگذرانیم ما میخوایم که تمام مربیان که در تاجیکستان هستند دیده برای و از همه نقصرش رو با این سمینارها فایرات کنیم. از روی من همین قاعده های عمومی که هستند، معیارهای عمومی که هستند، از یک مربی فوتبال کودکان و نورسان چی طلب کرده می شود؟ یعنی یک مربی فوتبال کودکان یا نورسان چگونه باید باشد؟ چه مهارتی داشته باشد؟ چه دانشی داشته باشد که او سزاوار مشق دادن یک دسته نورسان یا کودکان باشد؟ هر مربی که در تاجیکستان فعالیت میکند شما چقدر میدونید آنها باید لیسانس‌هایی که مجوزهای باید داشته باشند. از کودکان ما بسیارتر طلب میکنیم ترینرها که با کودکانی از 6 تا 12 ساله مشغولیت‌های خود را میگذارند لیسانس اس داشته باشند، برای که این لیسانس اس برای همین فعالیت مربیایی است که با کودکان کار میکنند. بعد از اس ب میگذارن، از ب ا میگذارن برای همین هر یک مربی باید این دانش رو در همین سمینارها مکمل کنه دانش خود رو و هر یک مربی باید اساس دانش داشته باشد. اگر دانشی در فوتبال نداشته باشد از او ما یگان چیز انتظار نیستیم، چون که باید فیزیولوژی دارد، آناتومی دارد. بله. برای که به این هم نمی شود. البته پسیکولوژی کودک با پسیکولوژی کودک کار کردن برای که با کودکان کم کم قوی تر از کار کردن، چون که هر یک سن سالی که آنها دارن ما باید دانیم هر یک کاراکتریستیکی که در بین کودکان مشق ورزی میکنن ما مربی باید دانند، برای که ما نمیتونیم 14-15 ساله کودک رو گرفته مشقای 20 ساله رو که این ناممکن است. آنها در دوام یک هفته باید دانند چند مشق میگذرانند، چند بازی میگذرانند. این مهم است. البته اگر این دانش رو مربی نداند
باز گفتم از دینامیکی که افزایش اون کودک است ما هیچی رو انتظار نیستیم. همین سمینارها تنها شفایی در تالار برگزار شدن استاد یا که در ورزشگاه هم در میدان هم شما کارهایی را انجام میدهید که این البته به نفع کار است؟ چقدر به شما معلوم است ما از 20 تا 24 ینور بود، همون وقت هوا سرد بود و ما نتوانستیم که امکانیت نبود. اما در نقشه همین گونه هست. در نقشه همین گونه است. ما سمینارهای خود رو حاضر با ترتیب نو میگذرانیم. وقتی که ما از روی هم در تالار میگذرانیم و در وقت میدان میرویم، ما به هر یک مربی گروه ها تقسیم میشوند، 4-5 نفره. به هر یک 4-5 نفره که در گروه هست ما با آنها سپارش میدیم. آنها از روی همون سپارش که ما میدیم نقشه همون مشق رو در میدان بعد به ما نشون میدیم از روی همون کریتریایی که مشق گذرانده میشود. معلوم که دیگر فوتبال حاضره از فوتبال قبلی خیلی فرق دارد. البته روز تا روز تکنولوژی نو، اسلوب‌های نو، کار نو، طلبات‌ها نو شده ایستادند. خوب همین مربیانی ما که در سطح کودکان و نورسان هستند به همین قبولی اسلوب‌های نو، معیارهای نو، طلبات‌های نو تا کدام اندازه از نگاه شما آماده‌اند؟ بسیار مربیای خوبی هم دارم که از روی نگاه ما با اون طلباتایی که حاضر است موافقند و در آینده با ما بسیارتر باید سمینارهای آموزشی گذرانیم، چون که هر یک مکتب ورزشی که فوتبال هست آنها از روی استانداردهای دولتی کار میکنند برای که هر یک نظامنامه خود را دارند و ما کوشش میکنیم که در دوام هر سال سمینارهای بازآموزی گذرانیم، چون که اگر که چیزی که شما مشاهده کردید فوتبال در جای خود نایستاده است. بله. هر روز یک نویگری نو است. برای همین ما کوشش میکنیم که اون نویگرایی که در سمینارها که از طرف فیفا گذرانده میشود و بسیاری ما در آنجا اشتراک میکنیم، آنها رو آمده در همین تاجیکستان بین مربی‌ها همین سمینارها را گذرانده یک دانش آنها رو مکمل گردونیم. مسلم است که وقتی که شما با ایشان درس می‌آموزید آنها این دانش رو از خود میکنند، اما استفاده بردن آن در فعالیت کاری این چیز دیگر است. این چیز به مشاهده میرسد دوام سال بعد. در بسیار بازی‌هایی که ما رفته بازی رو تماشا میکنیم تحلیل میکنیم این مشاهده ها دیده میشود. برای که اگر که ما سالهای پیش میدیدیم بازی اون نمقدر خوب میرفت و راندن توپ دیگر خیلی بود، بازیگرها بسیارتر توپ رو پرتو با پیش میکردن. حاضر کوشش میکنن که از بازی رو با توپ رانده بعد با پیش روان کنن. یعنی اسلوب ها معلومه. بعد مربی ها اگر که ما مشاهده کنیم پیش اون درسایی که سمینارهایی که ما برای آموختن اونها تشکیل میکنیم کمتر همون مربی ها کمتر با این اهمیت میدادن. حاضر باشد بسیارتر است. آنها بسیارتر میخواهند در این سمینارها اشتراک کنند. اصولا در یک سال چند مراتب همین گونه سمینارها برگزار میشه؟ از روی نقشه کاری دپارتمنت تکنیکی ما از روی اگر که چخیل لیسانسی ها میگذرانند اونها علاهیده هست و سمینارهایی که علاهیده برای بازآموزی ما میگذاریم علاهیده است. اگر که ما در یک سال قریب 28 سمینار میگذرانیم در جمع در عموم برای همه مربیانی که در سراسر کشور فعالیت میکنند. مسلم است برای همه است. برای که بعد ما خیلی هر یک مربی که در لیسانسی ما اشتراک میکنند آنها نه فقط در بعض نامهایی که در فدراسیون است بلکه در همون کنفرانسی آسیا هم هستند. بانوان هستند میانشون بانوان یا که بانوان برای بانوان علاهیده سمینار هست؟ نه، حاضر اکنون از روی نقشه ما میخوایم ترتیب دهیم که بانوان علاهیده باشند، لیکن در عموم بانوهای ما بسیار در این درس اشتراک میکنند. بسیار دارای لیسانسی اس ب هستند. تا کدام اندازه من همین علاقه شما در دوام سال
بعد از انجام شدن سمینار با مربیان صورت میگیرد. ببینید که شما همین روند را نظارت میکنید در دوام سال یا اینکه از سمینار به سمینار باید نظارت شما باشد؟ حاضر ما بسیارتر با در درسای خود چقدر که حاضر میگویند رفلکسیه، ما بسیارتر با مربیان سخنرانی میکنیم. آن نگاهی که آنها دارن ما آنها رو آنها میگویند و ما هم تحلیل میکنیم، برای که مربیان هستن که ممکن از آنها ما یکون چیز یاد گیریم. اینش هم هست. برای همین در دوام سال ما هر یک مربی که سمینار گذراند یا در لیسنزیای ما خواندند و رفتن به جای کارهای خود، ما سفارش داده میشد، ما آنها رو تحلیل میکنیم، ما آنها رو دیده میبریم. در لیگ کودکان نورسانی که در فدراسیون فوتبال هست، آنها هم سفارش میدن هر یک بازی که در لیگ پیشرفت یا در لیگ امید گذرانده میشود، آنها حسابات خود رو میدهند. شما که سالیان درست با این چیز سر و کار دارید، حالی حاضر دو اسلوبی برگزاری من همین سمینارها هست، شفایی در تالار و البته عملی در میدان در ورزشگاه. چرا میخواستید عوض کنید که بیشتر با مربیان دانش آموزید و البته طلبات آنها را، خواسته آنها را قانع‌تر کنید؟ با نظر داشت البته تکنولوژی نو، با نظر داشت طلبات های نوی که در فوتبال است، ما عموم درس میدیم. آنها باید باز خودشان الواتن علم آموزند. البته برای که چقدر میدونیم فوتبال پیش رفته ایستاده است و ما همچون فدراسیون فوتبال تاجیکستان هم از اون امکاناتی های در فدراسیون موجود است ما استفاده میبریم. علاوه اگر آنها خودشان خوانند و همون فوتبالی که ما حاضر میبینیم چقدر شوق‌آور میگذارد، چقدر هر یک دسته که هست فلسفه بازی خود رو دارد. البته هر یک مربی یا هر یک مکتبی که ورزش هست نقشه کاری داشته باشند که در همون هم سمت فعالیت تکنیکی است، فیزیکی است، همون ساعت‌های آنها نوشته شده باشد، برای که به این ما پیشروی نمی‌شود. بعد ما می‌خواهیم که اینفراستراکچور، البته این چیزی اساسی است، برای که بسیار مکتب‌های ورزشی یا که کلوب‌های ورزشی که کودکان هستند از زمین تنقیصی میکشیم. حاضر اگر گیریم از روی نقشه‌های کاری فدراسیون فوتبال عمومی جهانی لایحه‌های بسیار است و ما در یک چند لایحه آنها اشتراک میکنیم. چقدر میدونید اکادمی فدراسیون فوتبال تاجیکستان است که از راهبر دیپارتمان تکنیک بسیار زحمت کشید و این لایحه را با ما فیفا پیشنهاد کرد و حاضر چقدر میدونید قریب 40 مشورس از روی همین لایحه تیاری میبینند و فکرم در آینده فوتبال ما هم پیش میرود و ما به غلبه‌های نو نایل میشیم و در معرفگری ملت وطن میشیم. البته امیدوار هستیم که از میان ما از همین بچه ها البته فردا چهره های خوب فوتبالی در میدان های سبز کشور پیدا میشوند، برای که بسیار راهبرت فدراسیون فوتبال تاجیکستان بسیار زحمت کلان میکشند که برای رشد رونق افتادن فوتبال در تاجیکستان. برای همین با فکرم در آینده ما کارگران فدراسیون، مربیان تاجیکستان کوشش میکنیم که فوتبال تاجیک را به پیش بریم. بسیار خوب، بسیار نیک. نیت نیک نیمی دولت گفتن. بسیار خوب است. البته همه ما و شما امیدواری داریم از این، به ویژه از همین کودکان و نورسانی که امروز خیلی دلباخته فوتبال هستند. دوستان عزیز ارجمند، ما در برنامه فوتبال تاجیک با صلاح الدین غفوروف، رهبر شعبه متدولوژی و آنالیتیکای دپارتمنت تکنیکی فدراسیون فوتبال تاجیکستان درباره یک سمیناری برگزار شده در شهر دوشنبه در موضوع تحلیل بازی‌ها برای مربیان کودکان و نورسان صحبت کردیم. البته برای صحبتشون اظهار سپاس. دوستان عزیز، در همینجا برنامه ما به انجام میرسد. خیر.